در ادامه سوالای لیدکد 75 یک سوال داریم product of array except self. میگه که در ازای یک اری داده شده که نمز نامش است، شما یک اری دیگه برگردانین طوری که در هر ایندکس از و اری ضرب تمامی الیمنت های نمز باشه غیر از خود اونمو. مثلا اینجا ضرب تمام الیمنت های ازی غیر از خود این ازی میشه 24 که ما اینجا 24 نوشتیم، یا اینجا ضرب تمام الیمنت های ازی غیر از 2 میشه 12 که ما 12 نوشتیم، میشه 8 یا 6 که ما 8 و 6 به من جواب برمیگرد. اینال گفته که الگوریتم شما می نویسین بدون استفاده از دیویژن اپریشن باشه، یعنی تقسیم حق ندارین بکنین و از طرفی الگوریتم باید در ON اجرا شود. ببینید اگر ما تقسیم میتونستیم کار خیلی ساده بود. ما میرفتیم تمام پروداکت اری را، یعنی ضرب حاصل تمام الیمنت های اری را پیدا میکردیم و هر بار تقسیمی اونم جایی که هستیم میکردیم. مثلا پروداکت کل از میشه 24 تقسیم بر 1 میکنیم دوباره میشه 24، یا 24 تقسیم بر 2 میشه 12، یا تقسیم بر 3 میشه 8، یا تقسیم بر 4 میشه 6. اما تقسیم اجازه نداریم. از طرفی گفته باید در ON اجرا شود. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم که بروت فورس کنیم. اینا کاری که ما شما بکنیم باید با استفاده از داینامیک پروگرامینگ باید سوال حل کنیم. کاری که ما شما میکنیم این است که به جای از اینکه بریم بروت فورس کنیم و یک حلقه فور استفاده کنیم، کاری که میکنیم این است که یک بار میریم پریفیکس از حساب میکنیم، یعنی یک بار از طرف چپ به طرف راست میریم ضرب هایش حساب میکنیم و یک بار از طرف چپ به راست میریم ضرب هایش حساب میکنیم که میشه همون سافیکس. بعد کاری که میکنیم پریفیکس رو ضرب در سافیکس میکنیم، یعنی ضرب های چپ رو ضرب در ضرب های راست میکنیم و به عنوان جواب برمیگردیم. اینال هدف از پریفیکس اینجا چی است؟ فرض کنید اگر ما رسیده باشیم مثلا به این قسمت از اری، کاری که ما شما باید بکنیم باید پروداکت از اینی قدر اری را پیدا بکنیم. درست است؟ اینال پروداکت اینی قدر اری میشه ضرب ازی و ضرب ازی، درست است؟ غیر از خود ازی، این خود ازی شامل نمیشه. کاری که ما شما میکنیم این است که بجای از اینکه ما بیایم مسئله را بر ازی قدر موضوع حل بکنیم، میم اول ضرب این ازی را پیدا میکنیم. درست است؟ مسئله را به مسئله کوچکتر تقسیم میکنیم، این ضرب دیم پورشن های قبل از را پیدا میکنیم، پریفیکس را پیدا میکنیم. اینال ضرب این ازی میشه ضرب ازی و ضرب ازی، درست است؟ پس به خاطر ازی میریم موضوع را اول برای یک خانه حل میکنیم. در پریفیکس خود ما در اری پریفیکس خود اصطلاحاً میگیریم که در خانه اول خود ما میگیریم یک هم میمانیم. درست؟ میگیم که پریفیکس از این مساوی میشه با یک. به عنوان بیس کیس ما میگیریم. بعد از اون میریم پریفیکس این از این خانه را پیدا میکنیم که در اینجا نوشته میشه، اصطلاحاً در خانه دوم نوشته میشه از پریفیکس. میگیم که اگر ما شما بخوایم که پریفیکس این از این خانه را پیدا بکنیم، پس میشه پریفیکس این از این خانه. درست است؟ پس پریفیکس این از این خانه را قبلا پیدا کردیم. درست؟ میشه اینی پریفیکس چی نشون میده؟ پریفیکس خانه های قبل از نشون میده. هر خانه ای که مثلا قبل از یک بوده، درست است؟ خانه های قبل از یک چی بوده؟ همون یک بوده. پس اینال یک ضرب در این از این میشه، چون خود زیان شامل پورشن جدید ما میشه. پس میشه یک ضرب در یک که میشه همون یک. درست؟ اینال کاری که ما شما میکنیم اینجاست یک می نویسیم، بعد دوباره میریم این چیز حساب میکنیم، میگیم ما میخوایم اینی پورشن حساب بکنیم، پس این پورشن مساوی میشه با ضرب در این از پورشن. ضرب این از پورشن ما شما قبلا داشتیم دیگه، گفتیم که اینی که است جواب اینی قدر پورشن ماست. پس وقتی اینی جواب اینی پورشن ما باشه، ما شما میایم اینی رو ضرب در این از میکنیم به خاطر که اینی پورشن ما به دست بیاد. درست؟ پس میشه یک ضرب در دو مساوی میشه با 2. این چیز هم برای 4 میگیم 2 ضرب در 3 مساوی میشه با 6. ما پریفیکس ها رو پیدا کردیم. این بار ما شما میایم سافیکس حساب میکنیم. سافیکس هم این چیز میگیم که با سایز نمز باشه. کاری که میکنیم این دفعه از طرف راست به طرف چپ میایم، طوری که میگیم سافیکس خانه آخری ما مساوی میشه با 1. درست؟ اینال کار که ما شما میکنیم است که سافیکس اینی خانه را پیدا میکنیم. خب سافیکس این خانه هم مساوی میشه با سافیکس اینی خانه. سافیکس این خانه چند بود؟ 1. پس اینی ضرب در سافیکس ما چند است؟ 1 است. میشه 4 ضرب در 1 که میشه همون 4. خانه بعدی رو محاسبه میکنیم. اینال این بار ما میخوایم سافیکس اینی تعداد از خانه ها را محاسبه بکنیم. پس این میشه سافیکس اینزی. سافیکس اینی خانه مساوی میشه با 4. یعنی پروداکت اینی خانه طبقی که سوال گفته میشه همون 4 دیگه، چون خود 3 حساب نمیشه. پس میشه 4 ضرب در 3، چون 3 خودش جدیدن به پورشن جدید ما اضافه شد. پس 4 ضرب در 3 میشه 12. درست است؟ این چیز دوباره تکرار میکنیم. ما سافیکس کل از خانه ها رو میخوایم، میشه سافیکس ای خانه چند است؟ 12. اینال خود 2 هم جدیدن اضافه میشه به پورشن ما، پس میشه 12 ضرب در 2 که میشه 24. درست؟ اینال هم منصور که از ما شما خواسته بود را ما شما میایم اینجا خیلی به سادگی میسازیم. 24 ضرب در 1 مساوی میشه با 24، 12 ضرب در 1 میشه 12، 4 ضرب در 2 میشه 8 و 6 ضرب در 1 میشه 6. این چیزی است که از ما شما خواسته بود. تایم کامپلکسیتی که ما شما رفتیم یک بار پریفیکس هم محاسبه کردیم او این، یک بار سافیکس هم محاسبه کردیم بازم او این، یک بار انسور محاسبه کردیم بازم او این، میشه او 3 ان که دوباره پس همون میشه او ان.
اینال اسپیس کامپلکسیتی که ما استفاده کردیم، یک بار یک اره به نام پریفیکس گرفتیم که یک اوی ان میشه و یک سافیکس گرفتیم که یک اوی ان میشه. اینی رو متوجه باشین که حساب نمیشه، به خاطر که این چیزی است که بهش این مقدار حافظه مد نظر گرفته شده. این چی بخواین هر کاری بکنین، این منصور همیشه ما شما خواهیم داشتین. منصور چیزی است که ما شما باید بسازیم، پس یک حافظه حساب نمیشه. حافظه ای که ما شما استفاده کردیم میشه اوی دو ان که پس میشه اوی این. و بسیار سادگی موضوع رو ما شما حل کردیم. اینا اگه خواسته باشیم ما شما میتونیم بازم حافظه خود بهم اپتیمایز کنیم. چطور اپتیمایز کنیم؟ اگه متوجه شده باشین ما شما اندمی سافیکس درسته تنها چیزی که نیاز داشتیم، مثلا در سافیکس اینی خانه تنها چیزی که ما نیاز داشتیم سافیکس اینی خانه بود دیگه، درست؟ خانه های قبلی رو ما نیاز نداشتیم. ما می‌خواستیم سافیکس اینی خانه رو که وقتی حساب بکنیم گفتیم فقط سافیکس اینی خانه رو نیاز داریم دیگه. سافیکس خانه چند بود؟ 8 بود، درست است دیگه. به خود 6 ما نیاز نداشتیم. یا مثلا اگه ما می‌خواستیم سافیکس اینی خان کل زیاره رو پیدا کنیم، سافیکس اینی رو فقط کار داشتیم دیگه. سافیکس چند بود؟ 12 بود. پس اینال بجای از اینکه ما بیایم از کل نزی سافیکس استفاده کنیم، فقط یک وریبل استفاده میکنیم که اونمو هر بار اپدیت شده بره. یعنی سافیکس ما رو فقط دم یک وریبل استفاده میکنیم که اونمو سافیکس ما رو برمان نشان میده که بار اول از یک شروع میشه. یک اپتیمایزیشن بعدی است که ما و شما بیایم از خود این منصور به عنوان پریفیکس استفاده کنیم. یعنی پریفیکس ها رو در خود منصور استفاده کنیم، بازم حافظه ما اپتیمایز میشه. خیلی به سادگی. ببینین چطور کاری که ما شما میکنیم این است که ما میایم منصور خود مستقیم اینجا میسازیم، میگیم به سایز نمس است، درست است؟ پس این منصور خود ما شما میایم پریفیکس ها رو محاسبه میکنیم. پریفیکس خانه اول گفتیم یک میشه، خانه بعدی میشه نمز آی منفی یک ضرب در انصور منفی یک که میشه یک ضرب در یک ضرب در دو میشه دو و دو ضرب در سه میشه 6. اینال اینی شده است پریفیکس های ما. این بار ما میایم یک وریبل میگیریم به نام سافیکس، درست است؟ وریبل سافیکس خدا ما مساوی با یک میگیریم اول، بعد از خانه آخر حساب میکنیم. ما مستقیم میایم پریفیکس ضرب در سافیکس میکنیم، انصور خود اضافه میکنیم. ببینید حافظه جدید اضافه نمیکنیم، هر بار خود انصور ما اپدیت میکنیم. پریفیکس ما در خانه چند است؟ 6. سافیکس ما چند است؟ 1. 6 ضرب در 1 میشه 6. دوباره 6 نوشته میشه. اینالی ما میخوایم سافیکس اینی خانه رو حساب کنیم دیگه، درست است؟ پس اینی خانه هم شامل سافیکس ما میشه. وقتی که خانه شامل سافیکس ما میشه، پس ما میایم اینی خانه رو هم با سافیکس خود اضافه میکنیم. سافیکس مساوی میشه با 1 ضرب در 4 که 4 دوباره به سافیکس اضافه میشه. بعد دوباره ما میایم پریفیکس ضرب در سافیکس میکنیم. ببینید دو پریفیکس ما هست، پریفیکس اینی خانه ما میایم حساب میکنیم. این بار که ما بخوایم این دفعه سافیکس اینی خانه رو حساب بکنیم، اینی هم به سافیکس ما اضافه میشه. پس ما میایم میگیم که 4 هر چی که بود 3 هم سرش اضافه 4 ضرب در 3 میشه 12. خب اینال ما میایم پریفیکس اینی خانه رو حساب میکنیم که 2 به سافیکس ما اضافه میشه، در نتیجه 2 میشه 24. پریفیکس ما در خانه چند بوده؟ 1 بوده، 1 ضرب در سافیکس ما میشه 24. اینال ما اینطوری حافظه را از اوی این به اوی 1 کاهش دادیم. اگر نفهمیدین میریم کد میکنیم، بیشتر براتون فهمیده میشه. خب در راه حل اول اگر n مساوی شود با طول نمز، بعد از او ما شما گفتیم که پریفیکس خانه اول ما شما مساوی با 1 میگیریم و از خانه دوم یا ایندکس یکم اصطلاحاً شروع به پر کردن پریفیکس میکنیم. for i in range 1 تا لین تا n دیگه. و هر بار پریفیکس آیوم مساوی میشه با پریفیکس آی منفی 1 ضرب در نمز آی منفی 1، درست؟ پریفیکس ها رو ما اینطوری محاسبه میکنیم. عین چیز برای سافیکس گفتیم در سافیکس آخری که سافیکس n منفی 1 میشه اصطلاحاً و از خانه 1 مونده با آخر شروع به پر کردن سافیکس های خود میکنیم. میگیم از خانه n منفی 2 منفی 1 منفی 1 منفی 1 کده برو تا که به منفی 1 نرسیدی. اینجا گفتیم که سافیکس آیوم مساوی میشه با سافیکس آی جمع 1 ضرب در نمز آی جمع 1. سافیکس ها و پریفیکس ها رو که محاسبه کردیم میریم میگیم که for i in range n انصور آیوم خود پریفیکس آیا ضرب در سافیکس آیوم میکنیم و در آخر ریترن میکنیم انصور. ببینین جواب دقیقاً عین چیزی است که ما حل کردیم. اینال برای اپتیمایز کردن از دیگه لازم نداریم که سافیکس ضرب در پریفیکس بکنیم. پس این فور رو پاک میکنیم و به جای که پریفیکس در خود پریفیکس ذخیره کنیم در انصور ذخیره میکنیم. پریفیکس آی منفی 1 انصور آی منفی 1 ضرب در منظور
و بعد سافیکس به جای که اره استفاده کنیم سافیکس میگیم یک وریبل است که از یک است و از یکی مونده به آخر نه، از آخر شروع شده و هر بار مستقیم ضرب میشه و در جواب ذخیره میشه. میگیم که انسوری آیوم مساوی است با انسوری آی جمع یک ضرب در سافیکس و سافیکس هم هر بار اپدیت میکنیم، مساوی میشه با نمزی ضرب مساوی با نمزی آی و پریفیکس و سافیکس دیگه نیاز نداریم. پریفیکس نیاز نداریم. اینی را ببخشین هر بار خود انسور آیوم را ضرب در سافیکس میکنیم. رن جواب این چیز است. سابمیت کنین در سایت، حتما سابمیت میشه. موفق و پیروز باشید.